علیکم دوستا، جور تیار باشین. امروز یک موضوع خیلی خوب میخواستم بگم برای کسایی که موتورهای باری داره سوزوکی. بیاین که ما برای شما بگم. یعنی ماشین سوزوکی برادر سعی کنه کلاه هواکش از زیر ما برای شما بگم. اکثر ماشینایی که زود خراب میشه علت شمیه که خاک کش میکنه. ببینین اینی کلاه هواکش زیه. بعد ببینین امی که خود پایف از بیرون که هوا را میخواد داخل از این کلا ببره، این دیگه قسمته. ببینین این دیگه قسمت. بعد وقتی ماشین راه ماره توی خامه اینا راه ماره، ببینین لاستیک جلو اینجی، لاستیک عقب اینجی، همین لاستیک جلو هیچ حرکت میکنه روی خامه، هرچی خاک میزنه میاد این قسمت. همین قسمتی که دانی کلا بود ام پایف کلا. ببینین دیگه قسمت اینجا کسته میدان از کلا. دیگه مرچی که خاک کش میکنه داخل از این میزنه داخل کلا، یک کمک رد میکنه مورا داخل ماشین. همین از توی از این پایپ میبینی آقا رفت توی از این ماشین دیگه خاک میگیره، گل میگیره، از اون مبلین شما هم تمیز کردن میشه دیگه، ماشین هم از کار مفته.